باخبر هستند و در مسابقه های مختلف هنر نمایی کردند. و اکنون نبرد برای به دست آوردن نشانی برنجی دوم بین این پهلوانان شروع گردید. ببینید سعیدجان حیدر سمت خود رقیب را می آورد و یکی بفهم باشد شاهرخ پهلوانی بسیار هم خوب و در مسابقه های جمهوروی شرکت ورزیده است. سعیدجان حیدر باشد در نمود گشتین سامبو، همچنین من اون رو در نمود پانکراتیون هم دیدم که در اینجا نبرد میبرد و پهلوان است که در گشتین ملی سرچشمه از گشتین ملی با مسابقه های گشتین جدا راه یافته است. وزن تا 73 کیلو پهلوانان حالا نبرد خود را با یک چست و چالاکی و یک نگاهی بسیار غضب‌آلود به سمت یکدیگر آغاز کردند. اکنون برای به دست آوردن نشان آنها تلاش میکنند. سعیدجان هجوم میکند. اوه سر کتف یک وزری را کار میکند این پهلوانی حکیمانه سفید. حالتی از سعید کامی را نه پای در اینجا سعیدجان حیدر پای رقیب را خوب داشته است میانی پای. از این خاطر طبق قاعده گشتین جدا در حالت پای داشتن هیچ عمل اجرا کردن نمیشود و داور عهدهدار است که در این حالت مته گوید ایستید و بعدا راستا رقابت را حجمه گوید یعنی آغاز کنید. حالا مبارزه اکنون شروع میشود باز زیادتر میگردد و هنر پهلوانان شاید زیادتر مورد استفاده قرار گیرد. هر دو هم تلاش دارند. تلاش برای افتادن یکدیگر است و میشیند این نوبت سعیدجان اما کاری را انجام دادن است کمی مشکلی افتاده است. حالا تلاش های این دو پهلوان با یک وزر پهلوان پیراهن سفید پوشیده به پیش می رود. ببینید سر کتف در زمین نشسته تکنیکای بلندی این نوع ورزش را به کار بردن از جانب سعیدجان حیدر است. داور ناصر قربانوفین داوری جوان است. حجمه میگوید گشته و برگشته و بعدا مته میگوید. بله کاری داور را نیست خوب با او گذاری میکنند. یعنی داور به طرف است. معلوم است که این داور جوان آینده درخشان دارد. اگر با چنین شکل گشتین گیرد کارش خوب است. حالا در پهلوی سعیدجان حیدر یکی از پهلوانان جوان به حیث ثانی حسن نشسته است. وزاره نشان میدهند. برعکس حال از جانب شاهرخ یتیموف نشسته است این پهلوان نورسه که به دست خود را وزاره نشان میدهد. حالت تکرار رو ببینیم چی بود وزاره یا نه. فیروز وقتی بیکوف ما صدا میکنیم در این حالت. ببینید حرکت سر حمایه کرد سعیدجان حیدر. یک بار دیگر خواهش میکنم نمایش دهند این لحظه را. این نظرات بار دیگر نمایش دهند چون که در اینجا طلبات برای تماشای این بسیار جالب. فکر میکنم با چنین اصول سیاه نگه میگویند سر کتف بسیار اصول خوب است. عجب اصول زیبا است. شاید اکنون تکنیکای بلند را ببینند. اینجا ما بتوانیم به یاد بیاریم
بازی آسیایی گنجار که رسول باقیف مقابل نماده ازبکستان نوروز جورخوبیلوف و این رفری مرکز بهای نیپان نشان داد ولی داوران کنجی زیرشان ندادن برای همین هم یک وزاری نشان دادن آن رو اکنون اینجا وزاری و بله برابر قواها اکنون برابر قواها است در اینجا شهزاد شاروخ یتیموف واقعا هم بحث طلب بود بحث طلب هم بود اما عالی بود اون پرتافتگی در همون بله نه در بازی آسیایی رو در سال 2010 وقتی که رسول باقیف با رقیب دویمی خیش نوروز جورخوبیلوف گشتین میگرفت این پرتاف بسیار هم پرتافت جالب بود همین پرتاف شد یعنی دو شانه در زمین نخوابید او توسط کوپروکچه دور خورد و داوری بالای میز به خلاصه آمد که این پرتاف رو اصلا بهامداری نکنه حالا اکنون شاروخ نیست بسیار هم حرکت دارد برای برآوردن رقیب از مرکزی اساسی میدان و این رقابتی بسیار هم تاریخی است نه جو باید سیدجان حیدر با این شکل گشتین دست رو رها کند وقتی که باز امکان غیر امکان پذیر است چی دیگر دست داشتن است معلوم است که شاروخ یتیموف و این مسابقه خیلی خوب آماده شده است از اون شهادت میدهد که دقیقه به دقیقه نیروی قوه او باز هم بهتر گردید و این از آن شهادت میدهد که به این مسابقه امروزه این ورزشگر خیلی تیار شده من کی رو در نظر داشتم همون سونیا سنجی که در شاروخ یتیموف رو سونیا سنجی میکند یکی از فرزندان فیوز پدر او در گشتین ملی بسیار هم هنری زیبا داشت وقتی ما در نظر ما در یاد داریم که وقتی که فیوز در گشتین های ملی در گشتین جشن های نوروزی گشتین میگرفت ما خیلی خور بودیم و برای تماشای گشتین او میرفتیم بسیار گشتین بسیار بله بسیار پهلوان معروف بود حالا فرزندش همونجا نشسته است پهلوان علاقه پهلوان شده است حتی در بازی های حتی در قهرمانی گشتین جدای سال 2019 با حیث مخلص اشتراک کرد و اکنون گشتین جدای ژاپن رو هم آموخته است فرزندش گشتین خوب هم میگیرد بله اون چیزی که پدر آرزو میکرد اکنون شاید در سیمای فرزند ببیند بسیاری یعنی آرزوی هستند که پدر نمیتواند عملی کنند بعدی فرزند بزرگ شدن شاید فرزند این آرزو رو عملی نماید شاید او بخواد جهان شود بله شاید فرزندش هم بکنه من بسیار خوب در یاد دارم وقتی که فیوز گشتین میگرفت تمام مخلصان با شوق و شور می اومدن از گشتین تازه از گشتین خوبی ملی گرفتنش از پهلوانی نشان دادنش حالا ببینید اکنون انامین شاروخ یتیموف نیست دست پرور یا پیرو اصیل همون فیوز است که بسیار یک تکنیک بلندی که چون فیوز نشان میداد رو اجرا میکند حالا فرزند یو هر نوبت با حیثی سونیا سنج نشسته است و طریق دستان هم نشان میدهد که است یا نه با هر حال ما منتظر میشویم گولدونسکو پشت سر میگردد زیادر است اوه قبول دارد برای اون که در اینجا شاروخ یتیموف اوه انا اکنون دیدید انا این هنر اصیل است که یاد از پیروی از همون گشتین ملی پهلوانی فیوز ما چون ابراز کردیم در اینجا همین پیروی اساسی و شاروخ یتیموف توانست که دوباره احیا از گشتین ملی تاجیکی تکیه به همون نمود مردانه مردم تاجیک
муваффақ гардад. Анамин аст такя ба гӯштини миллии тоҷики гӯштингирӣ ин пирӯзӣ аст. анакунун дӯстони азиз, набарди қисмати финалӣ хеле набарди хуб аст. Набардест ки ду паҳлавон, ду чеҳраи гӯштини ҷудо, ду чеҳраи ҷавон, ду чеҳрае ки ана инҷо сеҳои нага аз ҷониби Шоҳрух буд. акнун баъд аз ин сеҳои наге ё ин ки сари китфи Шоҳрух мо қисмати финалиро мебинем. Рауф Ҳикматов нишастааст. Рауф Ҳикматов яке аз паҳлавононест ки дар бозиҳои Осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе ба гирифтани нишони тилло дар намуди гӯштини ҷудо мушарраф гардида буд.